در مرکز ولایت شهر خوجند روز جوانان تاجیکستان تجلیل کرده شد. تنتنه‌های ایدانه با راهپیمایی جوانان فعال ولایت آغاز یافته، اشتراکداران راهپیمایی از نزد مجموعه تاریخی و فرهنگی استقلال تا مکان برگزاری همایش ایدانه نزد تئاتر دولتی مسحک موسیقی به نام کمال خوجندی حرکت نمودند. جوانان با شکرگزاری از فضای آرام و آسوده وطنی محبوب در دست شعار و پرچم جانبداریشان را از سیاست پیش گرفته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان اظهار داشته با روحیه بلند روز جوانان را جشن گرفتند. امروز راهپیمایی بخشیده بر روز جوانان تاجیکستان با اشتراک جوانان فعال، ورزشکاران، دانشجویان و همه جوانانی که از طرف استیپندی پرزیدنتی، استیپندی رئیس ولایتی سپاسگزاری داشته بودند، همه آنها امروز اشتراک دارند و از فرصت بسا مناسب استفاده برده تمام جوانان تاجیکستان را به روز جوانان تبریک می‌نمایم. امیدوار آن هستیم که جوانان ما همیشه پرچمبردار وطن باشند، نامبردار وطن باشند، در خدمت وطن خود باشند. رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده از نام اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت جوانان ولایت را با مناسبت روز جوانان تاجیکستان تبریک و مبارکباد گفته با آنها صحتمندی کامل، بخت و اقبال نیک، موفقیت و دستاوردهای بی‌نظیر و شادمانی و خوشی‌های عمر را تمنا نمود. بهر اجرای دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت و دستگیری جوانان صاحب استعداد در ولایت نیز کارهای معین به اجرا رسانیده می‌شوند. از جمله ساختمان انشاءات اجتماعی و ورزشی، تامین عائله‌های جوان با منزل و قطعه زمین، جدا شدن گرانت‌ها، تطبیق امتیازها برای متخصصان جوان، تأسیس استیپندی رئیس ولایت و رئیسان شهر و ناحیه‌ها، جدا گردیدن مکافات‌پذیرها برای ورزشکاران موفق، مکافاتانیدن خوانندگانی که در المپیادهای بین المللی صاحب جایهای سزاوار میشوند از جمله تدبیرهای مهم محسوب میشود. همزمان بهر تامین اجرای قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان و دستگیری جوانان در ولایت برنامه ملی رشد اجتماعی جوانان برای سالهای 2022-26، برنامه محلی مجموعه رشد تربیت جسمانی و ورزش برای سالهای 2022-26 به توصیب رسیده در مجموع برای عملی گرداندن این برنامه‌ها در سال 2023 زیاده از 2 میلیون سامانی مبلغ روانه کرده شد. همزمان بهر اجرای قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان و دستگیری جوانان در ولایت برنامه ملی رشد اجتماعی جوانان برای سالهای 2022-2026، برنامه محلی مجموعه رشد تربیتی جسمانی و ورزش برای سالهای 2022-2026 به توصیب رسید. در مجموع برای عملی گردانی این برنامه ها در سال 2023 1,684,000 سامانی روانه گردیده است. با مسئله بلند برداشتن سطح و صفت دانش در مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی و میانه و عالی کسبی و تربیه متخصصان بلند اختصاص دقت مخصوص ظاهر گردیده. در ولایت الحال 10 عدد مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی و 21 مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی کالج ها فعالیت میبرند که در مجموع 66,169 نفر طالب علمان را به تعلیم و تربیه فرا گرفتند. بهر تأمین عمومی گردانی ورزش و مهیا نمودن امکانیت‌های مساعد نیز چاره‌جویی شده در ولایت 2854 انشاءات ورزشی عمل می‌کند. دسترسی به انفراستراکچور ورزشی در ولایت سال از سال بهتر گردیده. در اساس نقشه الهیده دوام سال جاری 130 میدانچه‌های ورزشی در شهر و ناحیه‌های ولایت ساخته و استفاده داده خواهد شد. امروز ما یک گروه جوانان با ابتکار ریاست کار با جوانان شهر پنجکند آمدیم به این چاره‌بینی اشتراک کنیم، زیرا میگویند جوانان آباد کننده امروز و فردای کشور عزیز ما هستند و روز جوانان را برای همه جوانان تبریک و مبارکباد میگویم. بگذار جوانان برای سهمگذاری وطن عزیزمان که نام دارد تاجیکستان سهمگذار باشند. سپس از جانب ستاره های صنعت تاجیک برنامه جالب کنسرتی پیشنهاد گردید.
گلستان